آمادگی‌های منتخب نوارسان تاجیکستان به بازی سوم مرحله گروهی چمپیونات جهانی مقابل تیم آفریقایی بورکینافاسو طبق نقشه پیشکی طرح‌ریزی شده صبحگاهان از مشق‌های جسمانی در تالار شروع گردید. این مشق‌ها را چون پیشین مربی ایتالیایی کریستیانو فوبیانی می‌گذرانید. رفتی تمرین‌های تالاری بازیگران تیم منتخب را در ردیف مربی ایتالیایی همچنین مربی محلی دالر کایاسوف نظارت جدی نموده وقت اجرایش عمل‌های مشقی بازیگران با توصیه‌های ضروری خویش برایشان کمک می‌نمود. ما تمرین‌های پیش از بازی خود را انجام داده ایستاده‌ایم و با بازی با بورکینافاسو تیاری خود دیده ایستاده‌ایم با همراهی مربی کریستیانو ترینر فیسپادگاتوف کایما. ما کوشش میکنیم که برآمده با بورکینافاسو بازی خوب نشون داده غلبه را به دست بیاریم. امروز تمرین‌های پگاه روزی ما در تالار ورزشی برگزار گشت. تیاری ما بر مقابل تیم بورکینافاسو خیلی هم خوب است. ما کوشش میکنیم که این بازی آخر گروهی خود را به غلبه به انجام رسانیم و ما شانس داریم از گروه برآمدن و این امکانیت را ما باید از دست ندهیم. با انجام یافتن مشق‌های جسمانی در تالار فرصتی کاری سرمربی رجینی هم زمان درس‌های نظریوی فرا رسید. مربی طریق عکس و گرافیک‌های مخصوصی تحلیلی از اشتباه ضعیفی‌ها در دو بازی پیشین یادآور شده همزمان در مورد قدرتمندی حریف آخرین افریقایی اشاره نمود. سرمربی مارکو رجینی وقتی تحلیل بازی منتخب بورکینافاسو بچه‌ها را از تاکتیک استفاده نموده و اقتدار بازیگران قوی تیم آفریقایی خبردار نموده طبق دستورالعمل‌ها می‌فهمانید که وقتی رقابت میدانی باید در حالت‌های ضروری چگونه عمل کرد. در دوام روز همچنین بچه‌ها را تمرین‌های پیش از بازی در میدان انتظار بود. تا رسیدن به میدان‌های تمرینی نزد ورزشگاه التوماما ما را ضرور آمد که راهی برای مانشناسی 20 دقیقگی را تعیین نماییم. وقتی سفر به سمت میدان‌های تمرینی فضای داخلی نقلیات این مورد کلاً فرق کننده بود. یکی از خواب 5 دقیقگی لذت می‌برد و دیگری در جستجوی موسیقی دلکش بود، در حالی که نفر سومی صحبت گرم و دوستانه برپا می‌کرد و قسم دیگری از آنها با نگاه جدی و خیال‌آمیز به قسمت پیشی را می‌نگریستند. بالاخره به مکان تمرینی رسیدیم و پس از خاموش شدن فواره آب بچه‌ها هم با آهستگی به تمرین‌ها شروع نمودند. چون پیشین مربی دروازه‌بان‌ها در یک کنار میدان با 3 دستپروری خود در علاهیدگی مشغول کار بود و عضو دیگری ستاد کاری باشد با گروه بازیگران میدانی از پی عملی کنی نقشه‌های خویش بودند. زمانی که مشق‌های اولیه طبق نقشه مربی کریستیانو فوبیانی انجام یافتند فرصت‌های تمرینی تاکتیکی هم شروع شد. با قول دکتر دسته منتخب نوارسان هیچ یک از بازیگران جراحت جدی نداشته و پرگی به بازی آماده می باشند. خوشبختانه در بازی دوم یگان بازیگران ما جراحت‌های جسمانی وزنین گرفتگی نیستند، همگان خیلی خوب هستند، یگان مشکلی جدی دیده نمی شود. ما همه جهت در بازی آینده تیار هستیم. با وجود آنی که موضوع جراحت در میدان فکر کسی را پریشان نمی‌کرد، عملی کنی نقشه‌های تمرینی هم از جانب بازیگران با وجود قناعتمندی‌های خاصه پس سر می‌شد. تمرین پیش از بازی با تیم منتخب نوارسان بورکینافاسو خوب گذشت. ما همه قوت خود را می‌دهیم که در بازی فردا با تیم منتخب نوارسان بورکینافاسو نتیجه خوب به دست آوریم. جام جهان در دو بازی اول برای ما قرار نگرفت، تجربه نرسید. اینجا سطح دسته ها بلند است. همه قوت خود را می‌دهیم که در بازی فردا نتیجه خوب به دست آوریم. تمرین پیش از بازی ما خیلی هم خوب گذشت. با فکر خیال میکنم مربی چی دستور و سپارشی بود از همون دو بازی گذشته بورکینافاسو رو دیدن و با ما همون کمبودی که دسته بورکینافاسو دارد گفتن. اما امروز تمرین کردیم، تمرین خیلی خوب گذشت. با فکرم همه کار رو کردیم، تنها فردا برآمده بازی کردن در کار است. چطور اشاره شد تمرین‌های قبل از بازی مقابل منتخب بورکینافاسو در هوای سلقین شامگاهان قطری در یک فضای نیکبینانه پایان یافت.
آخرین تمرین های قبل از بازی آخرین مرحله گروهی برای منتخب تا 17 ساله تاجیکستان که مقابل بورکینافاسو دایر می شود در اینجا در یکی از میدان های نزدیک ورزشگاه التوماما به انجام رسید و چی طوره که بازیگران و خود مربیان اظهار داشتند کلی بازیگران ما برای بازی آخرین حل کننده آماده هستند و اطمینان داریم که منتخب نوجوان تاجیکستان از بازی سه مرحله گروهی نتیجه دلخواه به دست می‌آورد. گزارش مخصوص برای برنامه اطلاعاتی خبر در تهیه ایمانبک شادبکزاد و اکرم کلانوف از کشور قطر.